روسیه باور دارد که تاجیکستان میتواند کفیل نظم و ثبات در منطقه آسیای مرکزی باشد. این اظهارات را والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه روز جمعه در شهر دوشنبه ضمن کنفرانس بین پارلمانی بخشیده به 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون تاجیکستان بیان کرد. روز پیش از آن پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ماتوینکو را به حضور پذیرفت. همکاری ما در سایت تجارت و اقتصاد خیلی خوب است. رابطه‌های فرهنگی و بشری هم رشد خوب دارد و طبیعتاً به شرافت مردان شما رابطه‌های بین پارلمانی هم ترقی می‌کند. پرزیدنت تاجیکستان تفصیلات دقیق درباره سهم قانونگذاران روسیه در پیشرفت روابط دوجانبه نداد. ولی هفته گذشته وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از وکیلان مردمی تاجیک درخواست نموده بود که اثنای ملاقات با وکیلان مردمی روسیه اظهارات بحث برانگیز بعضی از دپوتات‌های روس را در میان گذارند. این درخواست پس از سخنان میخائیل ماتویف وکیل دومای دولتی روسیه درباره تأسیس مرکز کودکان بالیاقت در تاجیکستان به میان آمد. ماتویف اظهار ناراضگی کرده بود که در کتاب تاریخ مکتب‌های تاجیکستان گویا تبلیغات ضد روسی جای دارد. ماتوینکو در پایان ملاقات از مهمانداری تاجیکان قدردانی کرد. میخواهم برای دعوتنامه ابراز سپاس نمایم. مثل همیشه مهمان نوازی خیلی عالی به هیئت روسیه احساس می شود. با وجود این احتمال است که شماری از شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی که در روسیه کار و زندگی می کنند از چنین مهمان نوازی مقامات روسیه چندان خوشنود نباشند. در این کشور گزارش‌ها درباره بازداشت‌های تحقیرآمیز و اخراج مهاجران زیاد به گوش می‌رسند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 10 اکتبر خبر داد که در یک خوابگاه در مسکو زیاده از 500 مهاجر کاری را بازداشت نموده برای سنجش اسناد به اداره امور داخلی بردند. این بازداشت‌ها در دایره عملیات نیلگال 2024 در منطقه پریموریا نیز ادامه دارند. در این منطقه زیاده از 238 مهاجر اخراج شده، ورودی بیش از 180 شهروند خارجی به روسیه منع گردیده است. والی پریموریا هفته گذشته قرار را امضا کرد که طبق آن از سال آینده مهاجران از حق کار در 40 ساحه اقتصادی محروم خواهند شد.